بر شما دوستان عزیز من. ما امروز زدیم به دل شهر، یک شنبه از آخر هفته است و اومدیم اینجا که بریم به سمت کالنبرگ، بام وین. با ما همراه باشین، قراره اوقات خیلی خوشی رو با هم دیگه بگذرونیم. دوستتون دارم. خب عزیزان، ما الان اومدیم داخل اتوبوس و منتظریم که حرکت بکنه. یه 40 دقیقه مسیر داریم تا کالنبرگ و همین دیگه. برای خودم هم تجربه تازه تا نرفتم. خب دوستان عزیز، ما بالاخره رسیدیم به چی بود اسم اینجا؟ کلوپاترا چی؟ کالنبرگ. رد نکنیم. رسیدیم به کالنبرگ، بام وین. سر من میشه لطفا نشون بدید. طبیعتی که اینجا داریم می‌بینید خیلی شبیه سمت خرم‌آباد و قلعه گردن در شمال کشور زیبامونه. شهدای گردکل. خدای اونجا رو پوشش گیاه. انگار واقعا شمال ایرانه. اگه معماری اینجا رو شبیه شروم هر کسی نمیدونه شروم کجاست و چیه و این باز میدونه شروم کجاست. اونایی که اهل دلن. ببین اشتباه زدیم ولی اشکال نداره. اون رو اول میخواستم نشون بدم، بعد این بر نشون بدم، حالا این بر اسپوری شده. فل وین زیر پامونه هاچی. دارم باورش نمیشه. بیا جلو. دست من رو اگر نگاه بکنید شما کلیسای شهدای استفان رو میتونید ببینید. ما الان اونجا بودیم، نهار خوردیم، این مسیر رو اومدیم تا اینجا. ادرو چیه با؟ میخوام آبرو تو ببرم، میخواد بر دستشویی. بنال دیگه. خب دوستان عزیزم، دیگه این چیه؟ من نشنیدم صداشو. دوستان عزیز، ما الان اومدیم داخل یه مزرعه حیوانات اهلی. یه آبجوی گرفتیم، آبجو رو میخوریم، بعد یه ذره چیل میکنیم، بعد میریم میگردیم. مزرعه رو نشونتون میدم و قراره کلی حیوانای بامزه و خوشگل ببینیم. بگو که چقدر حال دادن. این تو این دم در کسی که ورودی اینا رو چک میکنه خانم ایرانی بود و همین تو این آبجوها بهمون اندازه 2 یورو تخفیف داد. هم بین خودمون باشه ولی پول ورودی رو نگرفت. مثلا حس می‌کنم 10 15 یورو جلو انداخته اونم روز کنه. من این مشکلی که با همه فیلمبرداران دارم، من حس می‌کنم قصد کی بسه. خب برو بچه، ما الان اومدیم اینجا بگردیم توی این مزرعه زیبا. همه چی هم داره خدایی، ولی یه چیز خیلی جذاب اینجاست. نگاه کنین، نشونتون ندم اسپویل نشه. نگاه کنین ها، ای وای چقدر خوشگلن. آلکاپان، شترهای بیکوهان. این شتر حرف بزن. چی بود این؟ امپراتور کوسکو. شتر حرف بزن. پیش پیش. بیا اینجا. پیشی. پیش 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 پیش. چرا با نمکی تو؟ بیریخت. بیا اینجا. پیش پیش پیش. بیا این بر. دوستان عزیز همکنون گوسفند. دوستان عزیز همکنون گوسفند. بیا اینجا. ای اولاغ بیا دیگه. نمیتونیم بریم داخل؟ گوسفند ندیدی؟ همون یه جوری دارم رفتار میکنم گوسفند ندیدم تا حالا زندگیم. بیا بریم این برا. بیا اینجا مرغ و خروس دارن. چی مسخره بازی ها رو که خودمون هم تو ایران داشتیم که. مرغا رو نگاه، مرغن ها اینا همه. مرغ و خروسه. ای
میدونستی من فوبیای خیلی شدید به پرنده ها دارم، مخصوصا موقع خروس. خرگوش ای خدا چقدر با نمکن. نمیشه نزدیکتر رفت؟ 60 تا پرچین کشیدن اینجا رو. شورت و خرگوشه دیگه. چه بالا اینا. من اومدم نزدیکتر. این خرگوش سیاهه چه خوشگله. خدا سشتا. چطوری خرگوش؟ چه تو بو خوبی میدی؟ چه بو شامپو میده؟ خرگوش ما این بچه خوشگلم بالاخره اومدیم بغل کرد. چطوری تو؟ خدا چقدر بانمکه. چقدر نرمی تو همون. چقدر کچولویی. چقدر نرمی. خدا باید میرسی اولین بار من خرگوش تو دستم گرفتم. قلب چقدر تون داره میزنه احمد. بچه ترسیده. استرس داره دیگه. آره خب بیا اگه میخوای نازش کنی نازش کن بذاری نیستم. من دارم اینجا تو رو نگاه میکنم قلبم تپش میگیره. خوک دیدم. خب باشه میبینیمشون که بالاخره. من تا حالا خوک ندیدم تو زندگیم. اوه چه بو گندی میده. چی شبیه این خوکای تو کارتونان. برو داخل احمد. اون انگشتر رو دوتا بزن روی این چوبه. انگشترمو در آوردم. خوکای گنده. خوک بیدارا محل نمیده بهمون. بز دوستان عزیز همکنون بز. کلی بز. می‌دونستی بز یکی از حیوانات مورد علاقه منه؟ من خیلی دوست دارم بز. شاخ نزنی منو. چه گویی داری میخوری؟ چقدر اجتماعی هن نگاه. اجتماعی نیستم. اجتماعیه دیگه. این حامله است. چطوری بزی؟ میبینی؟ آره. ای خدا صدا بچه بز بود. یکی دیگه آروم دعوا نکنین. چی به حرف من واقعا گوش میکنن. دعوا آفرین که خودت اینجا کار کنی. به خدا جی. بیا اینجا. دعوا نه اولاغ میگم دعوا نکن. یه کاری نکن پاشم بیام اون تو ها. آفرین تو هم دیگه بس کن دیگه. شاخوشونه نکش انقدر. اوزگل چطوری دو بابایی؟ چطوری بابایی؟ نه دیگه نمی‌بینی منو بخوری. بودو شو تو ببینم. ای خودو کک داری؟ آره؟ کک داری؟ بریخت. گوشتو بده من. بوز سیاه. بیا اینجا بوز اخبش. بیا پیشته. بیا بریم دیگه بابا. اینجا مال بوغلموناست. صدا نمیدن چرا؟ اینا یکیشون اینجاست. نه اون بره. اینا پاش معلومه. این الان وقت خوابشونه. غاز غاز یک حیوان بی‌ناموسیه. میفته دنبالت تا گازت نگیره ولت نمیکنه.
من یه سوال دارم. سوالامو خارج از ویدیو میپرسم والله ازت. خب دوستان عزیز من، دیگه آفتاب داره کم کم میره، غروب داره میشه و ما هم دیگه باید بریم سمت خونه هامون. اینم از یک روز جذاب و دیدنی ما در مزرعه حیوانات اهلی. البته که خیلی شانسی هم اومدیم اینجا، یعنی اصلا از قبل برنامه ریزی شده هم نبود که چرا اینجوری حرف میزنم. آره خلاصه ولش کن. دوستتون دارم، مدید به مدت شدید. چندش تا خدا هست هاشمی نیست، چشم به هم بزنی هاشمی نیست.